به نام خدا. امروز 18 اردیبهشت ماه 403 هست. اومدیم مقایسه سلاح دلول هوماک و 5 تیر یوز رو با هم داشته باشیم. فاصله تقریبی 60 متر. فشنجا شاهین 2021 شماره 4. بریم که مقایسه دو تا تفنگ داشته باشیم. باید مقایسه زنجالی باشه. اسلحه هوماک اسلحه تقریبا میشه گفت جدیده که اومده به بازار. مکانیزم ماشه تک ماشه هست، چوچخور نیست و پوچه پرون هم داره. مکانیزم شلیکش اول از لول پایین به لول بالا. بریم که داشته باشیم. دوستان ما وسطش رو میگیریم به خاطری که وسیله مناسبه نداشتیم دیگه. ساعتمه که اخر وسط کنیم. دوستانی هم پترنگیری اسلحه هوماک. بریم سراغ مسلح کردن 5 تیر یوز. برو. دوستانی هم پترنگیری 5 تیر. نظرات دیگه با شما.